خدا ما چیکار کرده ایستادیم نمیفهمم. بران با این آدم چیکار داشته باشد؟ من هم از کجا میدونم، هیچ نمیفهمم. لبای زهرا دختر در دست ماست. اگر جناب استیورت رو آورده با ما ندهید دختر میمورد. چی ها میگوی آشنا؟ زهرا؟ زیا به اینجا نه، تو رو میکشن. زیا چی گفتی؟ شنیدی؟ 1 ساعت وقت داری. چی گپ است؟ من چی میدونم؟ امریکایی ها زهرا را دستگیر کردن. چی؟ آماده باشید. جناب استیورت رو که گرفتیم، زیا گفتن این آدم رو با رفیقش میکشیم. Thank you. اکنون کارم با این امریکایی تمام شد. ما رو میشناسد. نیستش کنید. این امریکایی رو کارش رو تمام کنیم چی هم؟ معلوم اینقدر برای دستگیر کردنش عذاب کشیدیم، کمی از کشتنش لذت بریم. مایلش نشانه نگذارید، کارش رو تمام کنید. بعدا منتظر خبری من برای کارهای نو باشید. تمام. رفتیم مونا پیش دارم. کنی بیا جناب خیز. رفتی مونا رفتی. زهرا را باید زودتر از دست آنها نجات دهیم. جناب مکان خزینه را یافتیم. مکان خزینه بزرگ بیزنس را یافتن آنقدر کار آسان نیست. با این خزینه ها مملکت ها را خریداری کردن ممکن است. در دست ما تنها معلومات هایی هست که خریطه در کجا بودن خزینه را نشان میدهد. خریطه از 15 پارچه عبارت است و در 15 مکان استانبول پنهان کرده شده است. ما تنها پارچه اول را یافتیم. خوب جناب، دیگر پارچه ها را چی خیل میابیم؟ وقتی که خریطه اول را یابیم، پارچه دوم را نیز از درون آن میابیم. مکان هر پارچه ها در یک پارچه پیش از آن بوده جای داده شده است. فرما جناب، برای یافتن پارچه اول خریطه چرا کارتکلاس و اونال را وظیفه ندادید؟ اول بینیم دانشمند امریکایی رو میکشند یا نه. همه اینجا جمع شدند. انیق زهرا را در ماشین قفا بوده داشتند. گوش کن کارتکلاس. امریکایی ها آدمانی باوری نیستند. پلیس را دعوت نکردند. انیق ما را کشتن میخواهند. نباشد پلیس رو دعوت میکردیم آنها این کار رو حل میکردن. سفسده نگو، دستگیر میشویم. تو حاضر آهسته رفته بلونهای ماشینی که در پیش است میکفانی. بعدا زهرا را از ماشین قفا بوده رها میکنی. من باشم آنها را بغم میکنم. از اینجا همه ما صحت و سلامت نجات میابیم. بسیار نقشه خوب کشیده ای. همه این کار رو من میکردم. عجبا تو خودت چی کار میکنی؟ حیاتم را به خطر میگذارم. مسخره باز. گوش کن. اگر من رو در اینجا هم تنها گذاشته روی تو را میکشم. تو هیچ به من باور نکردی. پرابلم داریم. خاموش باش. تمام تو را استیورت رو حل. من به نزد زهرا میروم. خیر را. با دقت باش. تو هم با دقت باش. فرا Stop! Don't move! عیشی don't move! میکشم او را میپرونم. لعنتی ها یکان کاری خطا نکنید. تو هم نکن. چی شده؟ شباتی آبدار را خورده ترکی را یاد گرفتی؟
نجوم بند نکشم. خوب هستی زهرا؟ دروغگویی ایفلاس گفتی که این کارم را دیگر نمیکنم. ایست کمی از این آدم ها خلاص شدیم همش رو به تو میفهمانند. باز کردی. چرا اینقدر تو میزنی دختر؟ دستانت چقدر وزین است آخر ایستا. جناب استیورت را با ما ده. نزدیک نشوید، نکشم او را. جناب استیورت را با ما ده. مردن را شما از هوش رفتن فکر نکنید. میکشم میگویم. دختر را بیاره. در ماشین است. جناب استیورت را دهید، دختر را میدهیم. چی میگوید املا؟ تو را با اونها دیم ها؟ دختر را بیاره. گو ایستید، چرخ را کفاندن. تسلیم شوید. پلیسی حقیقی آمد. کمان ترکیش پلیس. پلیسی حقیقی هستم. از من نمیگویید. تسلیم شوید میگویم. از پلیس گرفتن نتوانم. بفرانم. بفرانم. ایستو در این ماشین را شما میفرمایم. و تو میگویم ماشین رو دار. تمام ایستادم تمام. من با تو گپ نمیزنم یزنا. ایست با کجا میروی؟ ایست. با تو چی؟ زهرا است برای خدا ایست. با کجا میروی؟ لطفاً ایست مرا گوش کن. تو چی کار کرده ایستاده ای؟ گفتی که کارهای افلاسم را بس میکنم. بی‌تمیز دروغگو. زهرا شما چی یزنا؟ از قانون میگریزید ها؟ حیف با شما، حیف با تو، حیف با هر دیتو. و چیز همه از پشت این بیشرف زندگیم رو محو کرد. زندگی تو رو هم محو نکند. حالا فرصت که داره از این بیشرف دست بکش. تو چه خیل گپ زده ایستاده ای؟ مگر به تو میزیبد همکار؟ چی خیل همکار؟ نو به یادت آمد که همکار هستیم. دادرم دیشب اونا مرا میکشتن. در کجا بودی تو؟ شما همکار شده اید؟ برای دزدیدن جنایت کردن همکار شده اید؟ یا خدایا این خواب باشد. کاش که خواب دیده ایستاده باشم. عذر میپرسم زهرا، اما حقیقت است. بله ما کم جنایت میکنیم، اما بین دخترم تو رو چی میگویم؟ حالا هم وقت داری از این آدم دست بکش. این آدم هست کو؟ این آدم تنها به خاطر جنایت کردنش زندگی میکند. چه خیل گپ زده ایستاده اون است؟ برای خدا چه خیل گپ میزنی؟ گپ زدنت رو دان. زهرا رشکی دارد برای همین چنین میگوید. باید از نت گوش نکن. من تو رو دوست میدارم عشقم، با تو خوشبخت شدن میخوام، اما این خوشبخت نشد. به خیلی کرده ایستاده است. با ما رشک برده ایستاده است. از پشت تو شدم بیشرف، از پشت تو شده همسرم مرا ترک کرد. باور نکن تو به این، باور نکن. مرا گوش کن. این برای جنایت کردن زنده است. از برای خدا گپی زدهت رو گوشت میشنود. چه خیلی گپ زده ایستاده ای؟ ما عائله برپا کردنی هستیم، تو باشی عائله ما رو ویران کردنی هستی. خدا تو رو لعنت کنه. چه خیلی عائله ابله. زهرا با تو خانه‌دار نمیشه. البته میشه. زهرا دخترم تو چه خیل باید کلتکیل است، باید خزنده خانه‌دار میشوی. به این هم اگر تو خواهیم باید اجازت نمیدهد. اجازت میدهد. او را حل کردی. یا خدایا اگر من جنایت نکنم اجازت میدهد، اما تو خاموش نمیشوی. انا چی گفتی؟ چی گفتم؟ اگر جنایت نکنم گفتی؟ یعنی خودی حاضر تو در میان یک جنایت مخصوص هم وزیر قرار داری؟ یعنی خودی حاضر به حساب نمیره؟ حاضر به حساب نمیره؟ در جنایت شاگرد تو اگر ملائکم شوی جناب اکرم این دختر رو به تو نمیدهد. پسرم من با حال تا خاندار شدم که جناب اکرم جانم را از بینیم کشیده گرفت. این پیرمرد بدبخت چی کارهایی که نکرد. یزنا لطفاً درباره بابایم درست گپ زنید. بخشیشم او همین خیلی بدبخت است. درست گپ زن؟ چه گپ زده است؟ اون مرا به بحر پرتاف قریب بود که میکشت، ولی من یک بار حتی از پسش میسی تو بر این بی‌تربیت گپ نزدم. پیرمرد بدبخت تو فلانی نگفتم. همین خیلی عزیزم. خب بدبخت باشه چیکار کنم؟ تو حالا هم گپ زده ایستاده ای؟ من تو را گوش کردن نمیخواهم، فهمیدی؟
از دروغ‌هایت، از کارهای افلاست، از بخشش پرسیدن‌هایت دلگیر شدم. زهرا، اگر این کارهای افلاست رو ادامه دهی با تو هرگز خانه‌دار نمیشوم. زیا یک لحظه است، همش رو به تو میفهمونم، فقط منو گوش کن. گوش کردن نمیخواهم. از پس من نیا، من میروم. با کجا میره زهرا؟ لطفا نیا از پس من. ای زهرا، یا خدایا، با کجا میروی؟ با تو چی؟ تو چی خیلی گپ میزنی ها؟ کاری کردت رو دیدی ها؟ با جنایت زنده است، با تو خاندار نمیشود. اون خسور است، وای خسور بچه چیکار کرده ایستاده ها؟ خیلی درست گفتم. یا خدای من، دیدی دختر رفت. از اونالی پدنالد یگون خبری نیست. مثل که زمین کفید و بزیر زمین رفت. سر دارم سمن از یتیم خانه گریختم. چی؟ مادر کجا شدی؟ بیا اکنون. چی کار میکنی؟ بچه کوری چی تو؟ اگر حاضر جزیر کردی امانا نزنه داخل تست از که بگی سالش کن التباس خدا بزنه تر من یک ساعت شد اینجا بانو را دوست میدارم نوشتم حاضر درست میکنم بخی بانو حرفی به کلام نیست؟ به کلام میبه خدا بزنه تر بس آوا دود حیوان میمونی زنگی من مکتب عالی بخونی خیزمت دوستانی عزیز، اگر شما خواهش سفر به وطن دارید و یا میخواهید که به دولت‌های خارجی سفر کنید، پس به شرکت باورینو که ما زنگ زنید و چیپتوها رو با نرخی از همه ارزان دسترس نمایید و اگر از نام کانال تاجیکس پروداکشن زنگ زنید، باز به شما اسکیدکای کلان خواهد شد. رقم‌های تلفن در روی اکرانتان شیتا بود تا صاحب چیپتای ارزان شوید. دیپلم گیری بگذار زهرا با کلتکلاس خانه‌دار شود. تو در فکر زندگی خودت باش شیرینم. به اینم کلتکلاس زهرا را دوست می‌دارد. اکنون دوست نمی‌دارد. چی خیلی دوست نمی‌دارد؟ مادر، اکنون ما با احمد یک جای پیوستیم. ای نیلیس، از برای خدا چخل پیوست شوی، چخل پیوست کرده ده. عقلت نمیگیرد، تماما نمیگیرد. ساده بوده است. بین چارلی چپلین. کی هستین؟ در فیلم ها از کو چپلین؟ چارلی چپلین تماشا کرده ای تو؟ بسیار عجیبی است. نگاه کن من به تو چی نمایش میدم. تماشا کن چی خیلی میکرد. دیدی؟ بینم در جایش نیست. بینم به زمین افتیده است. نشد. ایست ها بین مرو. بین انا اینها رو دیدی؟ بین اکلی بین به تو چی نمایش میدم. اوه هپ 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 هپ. این نشفتید. این نشفتید. چه خیلی معقول شد؟ بنی من بجق. بی یک برگه بجق کنی. بی پینها و شبک بازی میکنه ممک پلیس میکنه من رفته چشمانم رو میپوشم بینیم که تو در کجا پینهان میشوی. عجبا با کجا پینهان میشوده باشد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 99 30.
سومان پنهان شدی؟ عجبا این دختر در کجا باشد؟ در تگ میز پنهان شده باشد. چی دختر؟ سومان در کجایی کنی تو؟ توک توک حالا تو را یافتم، رفتم با دیوار توک توک میکنم. توک 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 توک. این نشد، بار دیگر. یک بار دیگر نباشد من در اینجا چشمانم رو میپوشم، تو باشی پنهان شو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پنهان شدی؟ سومان در کجا باشد این دختر؟ در زیر میز پنهان شده باشد. چی؟ دودو. اینجا نبوده است، یا اینکه دود. یا خدایا، کنی با بیرو بارو بینیم. دود. یا خدایا، این دختر کجا شد؟ غیب زده باشد. چی؟ این دختر کجا شده باشد؟ کجا شد؟ سومان برو بسر. سومان کجا شدی؟ یا بچه سومان ندیدی؟ همینجا بود پسر دارم. یه چی خیلی اینجا بود؟ نیست آخی، اون رو در کریدور ندیدی؟ یا خدا، دختر با کجا رفت؟ سومان دخترم در کجا هستی؟ سومان اینجایم. سومان خدا بگیرد با این بازی ها تلخم کفانی رفته در آنجا پنهان شده از. دیدی؟ بلا چایه سردارم اینجا امضا میگذاشته. بعدا امضا میگذارم، مگر نمیبینی که بازی کرده ای شدم؟ تو را من خودم امضا میگذارم بعدا. نه خیر، تو چی کار کردی؟ تو در اینجا پنهان شدی، با آنجا پنهان شدی، پنهان شدی. خنده میگیرد تو را، خنده شده، تو میخندی، باز تو میخندی. کن اینجا بیا اینجا بیا، تو بیا اینجا بیا. کنی لیو شوقا؟ بین این امکی شوکتت هست. هجری، برای تو و خانم سلام دعوتنامه گرفتم. وای دختر برای تو میمرده است. واخورید این برنه نگویی. تمام کیکنان اگر خوشم آید رد نمیکنم. خوشت آید هجری، خوشت آید. معقول کن تو که من هم بانو رو گیرم. بعد چخ میکنیم کیکنان. رفته نماز خفتن رو خونیم. رفتیم خونیم هجری، رفتیم. دیگه پناه میفهمی؟ بد اخلاق. تو چی خیل آدم است که مغازه شکرخند پورا میگیری؟ اکا دیگر از او پورا نمیگیرم. ایدون حیفانه به شرف. نمک تو چی میگویی این رو ما پرونیم؟ البته میپرونیم برادر. اگر ما او رو نپرونیم اکای کانون ما رو میپروند. میپرونم. تست گوشت نمیدونم هفته میکنم. بخدو بیزور کردن همیو. اوی که بود. تصمیم شود هر دویت همه چیزتون رو پرتاید، سلاحتون رو پرتاید. در این شهر همه جنایتکار را دستگیر میکنم. این شهر برای جنایت نیست. شکری خدا که تی دیوانه اومد. اگر پلیس میومد ما چیکار میکردیم؟ من دیوانه نیستم، پلیسی حقیقیم. کمیسر کالومبویم. بچه بیا گمش کن. بیا به این کار نگیریم که هفته پیشتر هم بینیمون رو شکسته بود. راست میگوی برادرو، لیکن این دفعه ناموس نبرداشته است. تو میدونی که مرا نمک میگن، نمک دیوانه میگن. یک با یک میزنی. بیا نه تو برا بیا اینجا بیا چه بیا نه گریز پیش بیا. برادر چند نفر بودند؟ 21 24 25 27 39. السلام علیکم. و علیکم السلام. مرحمت پیش درا حشرکی زدن. من هم بیاد دارم، باز کسی دیگر هم بود. پیش درا مرحمت آقای پلیس. اول شما داره؟ نه اول شما مرحمت کنید. شما فراتر هستید، گذارید. شیده تو باشه. گذار. گفتم کو در این شهر همه جنایتکاران را دستگیر میکنم. حاضر چیکار کنم؟ این ابلهان را به شعبه برده سپارم یک مالش دهند. ایوا اگر مادرش نیاید چیکار میکنیم؟ تکرارا به یتیمخانه میسپاریم شوخا. بیشوخی؟ بله.
من همینجا بمانم، من را به اونجا نفرستانید. خودت گفتی که مادرم من را از اینجا می آید میگیرد. میگیرد دخترم، میگیرد. تو پروا نکن. بیا اما که پلیس بازی میکنیم شما گپ میزنید و تمام. گپ نمیزنم، بازی میکنیم. چی بازی کنیم؟ تو اسپک من میشوی. تمام دخترم، من اسپک تو میشوم. اسپک من چی شوم؟ تو باشی آدمی بد میشوی. یا خدایا من چرا آدمی بد میشدم؟ لیو آدمی بد شود؟ نمیشود، اما که پلیس آدمای بد نمیشود. راست میگه. تو آدمی بد هستی، من تو را دستگیر میکنم. کنی گوریز؟ یا خدایا فهمیدم. تمام. کنی بیا مایلش، من آدمی بد من اسب میشم. کنی سوار شو. من به کدام طرف گریزم؟ این سو. خب کنی دستگیر کنید ببینیم. کنی گریختم. کنی به اینجا گذر. چی بزنید؟ من تو را میشکنم. بردارا بشنش. راستیست. این دو جنایتکار را در جای حادثه کپیده اینجا آوردم. هیچ کس از من نجات نمییابد. این شهر را تازه میکنم. من پلیسی حقیقی ام. باز همون پلیسی دیوانه است؟ خاموش، دهانت را میشکنم. رفته کمیسر لیونت را چغزن. حاضر. ما رو از این دیوانه خلاص. دیوانه گفتید؟ من پلیسی حقیقی ام. چی نشناختید؟ کنی دویدیم. پلیس دیوانه 2 نفر رو دستگیر کرده آورده است. چی؟ دنبالای دیوانه؟ بله سردارم. من چیکار کنم هنر؟ در اصل من چیکار میکنم؟ زهرا مرا دید. اگر با پلیس رود چی؟ نمیرود. خاطر نشو. یزنش میشه آخر. یزنکی هم مونده است. این رامان من پگاه رفته باید دلی زهرا را یابم. این چی خیل آشی پلاوی بی قلمفور است؟ آشپز قلمفوری تیز بیده قربانت شوم. به من هم بیده. خوشمزه می شود. رحمت سلامت باشی. به من هم ریز. اکی کن اون رو زن من به تلفن نرفت. دستانت رو میبندم. یا خدایا، باز تو هستی پلیس دیوانه؟ چرا این آدم ها را دستگیر کردی؟ هم بردک به عقلی بینید در هر جا میخلانی. پلیس دیوانه؟ من پلیس دیوانه نیستم. پلیس گریزه هم نیستم. من پلیسی حقیقی ام. در شهر حالا جنایتکارها بسیارن. پلیسی حقیقی آنها را دستگیر میکنن. دستگیر کنه. اکن میرزا وطن از پسش دار دستگیر کن. زود نگریزه. همه چی جا شد لطفا. تمام اینها رو آزاد کنید. کلیدها در دست اکای میرزا وطن است. چی؟ قفوش بده و برا اکای میرزا وطن نام دارد. دستاتون بکشید بینه پای کارتون. چرا این خیلی کردی؟ از بالای زهرا شکایت کردی؟ احمد جان، برای زهرا شده یکدیگر رو نمیرنجانیم. همین خیلی چی خیلی؟ تو با من چه گپ زده ایستاده میلیس؟ تو نمیدونی که من زهرا رو دوست میدارم؟ ما این رو با تو گپ زده بودیم. قول دادی که دیگر کاردار نمیشوی. سورپریز رو بدتر میبینی احمد جان. انا اون وقت حیران خواهی شد. دوست آمد. خاموش باش. بی تربیه. سلام. تو تیراکاردار مباش. او است دیده وفادارتر است. دروغگوی افلاس. باز شرم نکرده با یزنه اون الان کار میکنی ها؟ او رو از محبس تو گریزاندی همین خیلی نه؟ تمام زهرا. تمام که باشد گپ زنم. مجبور شدم. فهمیدی؟ وضعیت مثل دیدت نیست. من به تو چی گفته بودم زیو؟ ها؟ این کارها رو میپرتای از بابایم پنهانی خونه دار میشویم. بعد او ما رو میبخشه. نگفته بودم؟ تو چی کار کردی؟ رفتی آدم گریزاندی؟ زهرا تمام قول میدیم که دیگر با این کارها سر و کار نمیگیرم. فهمه؟ با دروغ رو سر کردی. زهرا دروغ نمیگویم. من کی به تو دروغ گفتم؟ ها؟ یعنی غیر از وقتایی که مجبور نشده باشم. نه قول میدیم آخران بار بود دیگر نمیکنم. مثل خواستت میشوم. برای باور کردن تو هیچ دلیل ندارم زیو. مرا همیشه پشیمان میکنی از بخشیدنم.
او اینجا چیکار میکنه ده؟ چرا نپرسیده میدراید این حریف؟ چی ها میگویم من؟ او باید با زهرا خونه دور شود تا که میلیس با من ماند. جنگ کرده ایستادند؟ اینها نباید جنگ کنند. اگر جنگ کنند خونه دار نمی شوند. من باید رابطه آنها رو درست کنم، آشتی دارانم. جوانا چیکار میکنید؟ با جنگ دوریدن؟ ولی با شما تماما نمیزیبد. شما برای یکدیگر آفریده شده اید، نرنجانید یکدیگر را. تو چی ها میگویی؟ جناب احمد لطفاً زهرا رو چقدر دوست داشتنت رو همه میدانیم. این جنگ های بی معنی رو یک طرف گذارید. هم زهرا شما رو بسیار دوست میدارد. اول این که من او رو احمد نیست یا میگویم. دومش این که چرا دوست دارم؟ او یک دروغگو است. زهرا جان، این خیل نکن. نازی بسیار عاشق رو خسته میکند. به این جناب احمد رو رنجانیده ای. یک به چشمان او نگاه کن زهرا. این چشم ها دروغ میگویند مگر؟ با این چشم ها نگر. این چشم ها مثل که برای دیدن تو آفریده شده. سمی تو چی ها گفته ایستاده ای؟ من حقیقت رو گفته ایستادم. این حقیقت است؟ او دوست است. کریم جان، عیب رو نمیدونی تو؟ در مقابل تو استاد محترم فرهنگ دین ایستاده است و این چنین شوهر آینده زهرا می شوند. زهرا دوست داشته ای من است. ازت دور باش. جناب احمد لطفاً شما بر او غضب نکنید. وقتش که رسید او نیست عشقی که شما نسبت زهرا دارید میفهمد. این چی میخواسته باشه؟ خیر جوانا، کی خونه دار میشوید؟ چی خیل خونه داری؟ من با خونه دار نمیشم. این چی خیل گپ است؟ من خونه دار نمیشم. او دوست است. دمت را گیر. داد نزن بکری. دوست گفته ایستاده است. خیر بگو که خاموش ایستاد. عیب است؟ دروغ میگویم. دروغ است. بیزار شدم از جنگای شما. خونه دار شوید، زودتر رویدی. در کجایی که میخوای جنگ کردن گیریدی. خونه دار شاید ما از پس کاری خودمون شویم. خدایی زهرا جان، با جناب احمد اینقدر دروش رفتار نکن لطفاً. میدونید که مشکلی شما در چی است. شما زیر یک بالی زندگی نمیکنید. اگر شما خونه دار شوید همه مشکلی هایتون برطرف میشود. ساعتی ویرانم وقت را درست نشان میداده است. آفرین به تو، درست گپ زده ایستاده. تو خاموش باش. اگر سمی میدانست که تو با من چقدر دروغ گفته بودی این خیلی گپ نمیزد. زهرا جان، همه دروغ میگویند. از همه مهمش عشق است. دیگرش بیهوده بربر است، لقلق زیادی است. همین را گوی سمی. با خدا در حیاتت اولین بار درست گپ زدی. به بحر افتیده مار را آغوش گرفتم. معلوم شد که اینجا سمی را آغوش میگیرم. سمی؟ تو خاموش باش. زهرا جان، خودت میدونی من تنها این را به تو میگویم که عشق در حیات به مقابل آدم تنها یک بار میبراید. دیگرش باشد تنها به مقصد آرامش یافتن است و تمام. فهمیدید؟ شما عشق را یافته اید، از دست ندید. آگاهتون کردم. خوشا پیر شوید. ببین باز درست گفت. اصلا این سمی آدمی آنقدر بد هم نبوده است. البته گفته هایش به فایده تو بود. خیر نی؟ майла шакай канон, ман 2 соат пас он ҷо мешавам. ба ҷаноби ҳиҷрӣ гӯед ки маро 1 дақиқа ҳам мунтазир накунад. мунтазир шудан намехоҳам. ман ба ту нишон медиҳам муаззин. گوش کن زهرا، این خیل نکن. اگر این خیل کنی مرا میرنجانی. تو حالا هم همینجا هستی یا محافظ را جیغ زنم؟ سنا زهرا جانم خوش آمدی. خوش باشی. خیلی شده بود که خبر نگرفته بودی. вақтҳои охир аз наворҳо гурехта ба ҳаёти табиии худ баргардам гуфтам. ва яъне барои дӯстонам ҳам вақти зиёдӣ ҷудо карда натавонистам. ба фикрам дар вақти номувофиқ омадам. не санам ҷон, бисёр дар вақти мувофиқ омади. ҷаноби зиё ҳам рафта истода буданд. хиза равед ҷаноб. ҷаноб гуфтӣ? марҳамат бишин. خوش آمدید. خوش бошед. зуҳро ҷон, дар хонаам баъзе чизҳо ва мебелҳоро тағйир додан мехоҳам. вақт ёфтӣ ба хонаам биё, ҳамашро ба ту нишон медиҳам. албатта ҷонам. زهرا مرا گوش میکنی؟ یک سوال پرسم ممکن است؟
هجری؟ این دختر زیباترین ترکیه نیست؟ دنبالای محله همین رو رد کرده بودن؟ دختر حالا هم از پشت معزین می‌دویده است. عاشق معزین شده است. حالا هم از پشتش میدود. تو همیشه از پشت من میگردی؟ من از استادم اومدم. در حقیقت دنبال من میگردد. سنم جان تو مگر هجری رو میشناسی؟ از کجا میشناسم جانم؟ یکی از همان پسرهایی که از پسم میگردم. نه خطا کردید. هجری پسر نیست که از پس یگان زن بگردد. یعنی کی است پرسید که هجری از پس کدام دختر میگردد؟ استاد پرسم یا روم؟ اما هجری وقت ندارم، کار دارم حاضر. استاد با بابای برفی هدیه دادن و از او هدیه گرفتن جایز است؟ بابای برفی؟ بله استاد، یکم ینور میاد که ریش سفید دارد. ای هجری، از بابای برفی هدیه گرفتن جایز نیست. چرا استاد؟ چون که پسرم یعنی میدونی که عرف و عادت مردمی ما به یکدیگر هدیه دادن و گرفتن است، فهمیدی؟ اما بابای برفی از طریز آهسته خیلی کرده، بی سر و صدا در آمده هدیه را گذاشته، باز بر آمده میرود. برای همین ما او رو نمیبینیم. وقتی که او رو نمیبینیم به او هدیه دادن نمیتوانیم. همین خیلی برای همین یعنی خیر استاد چیکار کنیم؟ یعنی از بابای برفی هدیه گرفتن لازم نیست؟ بله، گرفتن جایز نیست پسرم. اما گرچنده که من از بابای برفی هدیه نگرفتم، تو گرفته ای؟ به خدا هنوز نگرفتم. نگرفته باشی بگذار رود. چرا میپرسی؟ فهمیدم استاد، خدا از شما راضی باشد. رحمت. از هممون راضی باشد. همون خانم سنمی که میخواد با من واخوری کند شما هستی؟ با چی مناسبت؟ چی خیلی واخوری؟ اینجا خطاگیر شده است. زهرا جان، او رو نمیشناسم. کی هستیم؟ هجری ما. حالا که همین جایم چیزی که گفتنی هستی همینجا بگو، بعداً زحمت نکش. چی خیلی زحمت میکشم؟ من شما رو نمیشناسم. هی مایلش، به این هم از شما خوشم نآمده بود. باز واخوری بین ما نمیشود. تمام دیگر ما نمیخوریم. یک لحظه تو من رو رد کردن نمیتوانی، فهمیدی؟ تو خود رو کی میحسابی؟ با من این رفتار کردن نمیتوانی. زهرا جان بسیار عصبی شدم. بعدا با میخوره مالش. کنی اینجا بیا. یا خدایا، هجری رو بین از پشتش چه دخترها میدون. حلالش باد. من هم تو را رد میکنم جانم. رو از اینجا. چرا ما رو پیش کرده ایستاده؟ تمام گفتم که مثل خواستت میشوم. وعده میدیم. او دوست است. خاموش باش. کریم رو شنیده. خیز رو از اینجا. ای زورو ایست، گوش کن مرا. از برای خدا مرا گوش کن. چی خیلی که گفتم اما خیلی شد جنابی کنان. جنابی شوکت آدمی رو که نام ما رو در زمین نوشته بود زده بیهوش کرد. آفرین به شوکت، مثل گربه موش رو دستگیر کرده است. یعنی بچه ده حلالش باد. آفرین. مرا ببینید، شوکت رو جیغ زنید نزدم آید و برای هر دوی ما 2 تا قهوه بیارد. برای من تلخ نآورد. آفرین به شوکت، خان زند. اکا کانون در کابینتش قطعی عروض شدگه میگه ده قهوه بیارن. شرف شکلات ابقا پولی اینها رو بیا بره گیره زهری بدنتون شود. در دفتر می نویسیم در نام یکی کانون. ای وای، کانون دیوانه فهمید است که من بانو رو دوست میدارم. گوش من رو میکند. کندنی باشد کنی کند. هیچ گپ نیست بچه ها. یه پشر زده کنعانی دیوانه، من تو رو در نزد بانو نکشم، نامم رو میگردونم، نامم شوکت نباشد. مغز سرت رو در نزد بانو پاش میدیم. در کجاست وای لعنتی؟ تو رو میکشم و خونه که از سرت میبراید مینویسم بانو تو رو دوست میدارم. چیزی نیست بچه ها. در اینجا یک نمایش تایر کرده ایستادم. چرا با خونی تو مینوشتم عشقم رو؟ با خونی افلاس عشقم رو افلاس میکنم. تو رو میکشم کنعان، چیکار کردنم رو میدونم. بیا اول به زنها خدمت میرسونم تایلاق.
آمد. با کجا میگروزی پسرم ها؟ با خدا اکم ایران روی بانو بیزارم. بخشیدم مورد تو که دادری من شدی. برای خانم بانو شده اون ابله رولتو کب کرده. چه خواهشی داری از من بخواه؟ چی گپ باشه؟ کاری نکردم، وظیفه هم رو اجرا کردم. آفرین با تو. من خودم میدونستم تو مردانوار رفتار کردی. حلالت با شیر بچه. تا کفم کردی اکا شیر بچه ای من. تالی هم اون رو بینه آدم میره که باید کشم او رو رفیق نزدیکم کردم. خنده های تو شیطان رو من همش رو برای تو کردم. چه زیبا میخندی. اکا کنان آشد شوم میمون. آفرین آفرین. برای تو شده قاتل میشوم چیکار کنم؟ و خدا قسم میخورم که برای تو شده قتل عام میکنم. حالا ببینی مثل سگ وفاداری حلالت باد. خوش شو اکا جان خوشی. این خر بچه شیر بچه شد. سومن دخترم تو حاضر با اکا هاید رو میلش ما بعدا مادرت رو گفته تو رو با اون میدهیم. پروا نکن میلش. اما من میخواهم همینجا منتظر شوم امک پلیس. باز من را در آنجا که افسانه نقل میکند. من نقل میکنم دخترم، من نقل میکنم. من قول میدیم که با اونجا آمده برای تو افسانه میگویم. تو من را دوست نمیداری امک پلیس؟ من قربانی تو میشم. چه خیلی دوست نمیدارم. تو را بسیار دوست میدارم. این خیل باشد چرا من را میفرستانی؟ من اینجا کار دارم برای همین. یعنی اما در آنجا هم بسیار دوگانه ها خواهی یافت. با آنها بازی میکنی فهمو؟ من با تو قهری. قهر نکن. اکا میرزا وطن در سر چنبرک بشین. اکا بری سنبقه در جای اکا میرزا وطن بیست. یک طرفیست. ماشین در کنار راه من کن. یه مرد که تو نمیفهمی یک طرفیست. سومن بیا دخترم. ترسیدی؟ نه ترس. من تو را تنها نمیگذارم. تو خونه خوردی؟ اینو پشت خونه نخور.
برای از این کارها دور شدن به جز گرفتن سلاح از دست بران چاره دیگری ندارم، وگرنه زهرا رویم رو نگاه نمی کند. پیشتر وقتی که تو را از دست پلیس می گرفتیم سلاح ها رو عوض کردیم. به خانه در آمده ایزی انگشتت رو گرفته بودیم. با دخالت ما پلیس برای دستگیر کردن تو دلیلی ندارد. البته عین حال انا این آینده تو رو حل میکنه. اگر آن سلاح را نگیرم از دست آن آدم خلاصی ندارم. برای خانه دار شدن به زهرا لازم شود حتی بران را از بین میبرم. جناب کалтакелас америкоиро накуштааст. барои дӯстдоштаашро аз дасти америкоиҳо наҷот додан ӯро бурда бозпас супурдааст. чӣ кор карданамро мехоҳед? духтарро бисёр дӯст медоштааст. ҳамин хел менамояд. калтакелас ки америкоиро накуштааст мумкин аст ки ба тарафи мо низ ҳамлае кунад. одаме ки заифӣ дорад ҳамлаҳояшро ба ҳисоб нагирифтан осон аст. کرده نتوانستم. رهاش نکردم. و دختر وعده دادم که مادرش رو میابم. تو پیدا کردن مادرش همراه من میماند. به خدا لیو میدونی چی؟ همین تو از راستی قلبی پاک داشته ای برادر. باور کن آدمی بهترین هستی. گمشم جا طرف نکه که ایزا کشید. به خدا کاری خوب کرده ای. حلالت با دست ها دارود خانده من خود بگی نرست دسته بگی اپاش با تو لیباسی فاسون میپوشوند. اپاش کنی بیپوش بسیار زیبا بوده است. این تختلک خسولا بخلو بخی خیلی کن یکون توفلی یکون چی زمستانش بپوشون چه خیل میشه بگی یک التماس این تخته چه خسولا که فاسون کن بیاد. زیبا شدی. اوه مقالت شد. مقالم شد. دختری خاله یک پاپوش یک شبکه یک کلاش بپوشون. بسیار زیبا شده. سوپ سرخک چخل مقال شد. مقالم شد. اوه کودک رو ببین. شوکت میگویم با یگون مسیح رفته درکت نماز شکرانه خونیم دعا کنیم شاید مادر سومان برای یافتن او میآید. ها چه خیلی میرویم برادر میرویم دعا میکنیم. این زیباچه را ببین. پولی لباسا را در گجاتون حساب کتاب کنیم. دختر خاله در خزینه سپاریم. گپ نیست بیا خوشی کنی بیا. کنی دویدیم از زیباچه من بسیار زیبا شده. رفتیم. زودتر باشید شاگردا. هجری امری معروف را آغاز کرده است. ما هم کمی تقوایمون را زیاد کنیم. زود باشید. کалтакелас از خونه‌اش بر اومد. من طرف خونه بارون میروم. تمام. سردو کалтакелас از خونه‌اش بر اومده است. چیکار کردنمون رو میخواد؟ کалтакелас را از بین برداریم؟ نه اول دانستنم لازم است که بران از پسی چی است. بعداً با دستان خودم این بیعقل از کجا پیدا شد بازه؟ به مسجد در اومده من چی؟
ای خدا لعنت کند آنها نیز به مسجد آمده ایستادند. صابونی من لباس نشوشته‌ای مرارت کردن چی بوده است به تو نشان میدیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. محترم جماعت، ایمان آنقدر جوهری نایاب است که کسی صاحب آن باشد به هیچ چیز احتیاج ندارد. این واقعه بین حضرت هاجر مادرمان و پسرش حضرت اسماعیل از طرف خدای مهربان برای ما همچون عبرت امتحان شده است. سالهای دراز برای صاحب فرزند شدن حضرت ابراهیم نزد خدا دعا میکرد و نهایت از مادرمان حضرت هاجر و حضرت ابراهیم پسری به دنیا می آید که نامش را اسماعیل میگذارند. از بین 2 سال گذشته بود که خداوند به حضرت ابراهیم امر کرد که همسرش و پسرش حضرت اسماعیل را گرفته به بیابان یعنی خانه کعبه حاضره برده در آنجا رها کند. این برای حضرت ابراهیم علیه السلام بسیار امتحان سختی بود. همسر و پسرش را در دشت و کوه رها میکرد، ولی برای حضرت هاجر مادرمان امتحان سخت‌تری بود. اما جماعت محترم، این امر خداوند بود. این جداگی، این تنهایی را او خواسته بود. حضرت ابراهیم علیه السلام هیچ شک و شبهه نکرده همسر و پسرش را برای انجام امتحان گرفته به راه برآمده. وقتی که به پشتش گشته نگاه میکرد، حضرت هاجر به او صدا زد: ای ابراهیم، چرا ما را در این دشت بی آب و بی آدم تنها گذاشته می روی؟ حضرت ابراهیم پیغمبر جواب داده نتوانست. حضرت هاجر مادرمان تکرارا پرسید: یا اینکه از طرف خداوند تو امری شنیدی؟ حضرت ابراهیم گفت: بله، خدایم امر کرد که شما را اینجا رها کنم. همین را شنیده حضرت هاجر گفت: بیروی ابراهیم، مادامی که این امر خداوند است، او ما را در این بیابان هرگز تنها نمیگذارد. برادران، ایمان حقیقی این است: وقتی که امر خدا را شنیدی برای اجرای آن حتی از همه چیز دست میکشی. انا این خیل ایمان مستحکم راه ما را روشن میکند. آن زمانها در مکه کسی زندگی نمیکرد، دشتی بی آدم بود. مکانی که حضرت هاجر و پسرش را رها کردند خود حاضره کعبه ما است، بی آب، بی آدم، یک دشتی سوزان و خالی بین کوههای بلند و گرم خطرناک آنها قرار داشتند. دوستانی عزیز، در بین آن کوهستان گرم و پرخطر بی کس و تنها یک زن و یک طفل چه خیلی زنده میمانند. حضرت هاجر پسرش را با توشه های گرفتهش سیر میکرد، ولی بعد از مدت توشه و آب تمام شد. هاجر مادرمان شیرش خشکیده بود و آن طفلی که هنوز 2 سال داشت، حضرت اسماعیل، از گرسنگی و تشنگی از جایش نمی جنبید. حضرت هاجر مادرمان این حالت پسرش را طاقت نکرد. وقتی که نزد خدا با زبان و دلش دعا میکرد، در نزدیکیشان کوه صفا جایگیر بود. حضرت هاجر با امید دریافت آب یا کمک دویده رفت، اما نه آب یافت و نه کسی را دید. در همین وقت صدای گریه حضرت اسماعیل همه جای را فرا گرفته بود. حضرت هاجر با یک حال بیچاره‌وار از کوه صفا پایان شد، به طرف کوه مروه دویده برآمده رفت، ولی آنجا نیز هیچ چیز نیافت و تکرارا به طرف کوه صفا دوید. با یک حال تباه در جستجوی کمک 7 بار رفت و آمد. حضرت اسماعیل از گریه زیاد مانده شده بود و صدایش نمی برآمد. محترم جماعت، حضرت هاجر در دشت سوزان بیچاره‌وار تنها بود. نه آبی داشت، نه خوراکی داشت، مثل که او را همه ترک کرده بود. حضرت اسماعیل دیگر طاقت نداشت، نفسهای پس می گرفت. حضرت هاجر در بین کوهستان با خدایش تنها ماند، با او پناه برد. خودش و پسرش را به خدا تسلیم کرد، گریه را شروع کرد. آب دیده حضرت هاجر بر رخساره های رنگ پریده حضرت اسماعیل می افتیدند. حضرت هاجر و حضرت اسماعیل در بین کوهستان بسیار گرسنه و ناچار ماندند. انا در همین زمان
خداوند تعالی به خاک خشک امر کرد که صدای آبی برآمد. حضرت هاجر رویش را گردانیده دید. مکانی که حضرت اسماعیل با پایش میخلید از خاک خشک آب میبراید. بشبهه که خداوند به همه کار قادر است. حضرت هاجر به خوشحالی به سجده رفت. ترسید که اینقدر آب زیاد بیهوده صرف نشود. زمزم صدا زد. زم کلمه عربی بوده، معنایش ایست است. این آب مبارک را حالا هم نامی که حضرت هاجر گذاشته بود با آن نام میبرند. هاجر مادرمان آب نوشیده سیر شد، تشنگیش را رفع کرد و به حضرت اسماعیل آب داد. پرنده ها در بالای زمزم پرواز کرده، کاروان ها آب گرفته. حضرت هاجر و حضرت اسماعیل نجات یافتند. بعدتر در گرد آن آب آدم ها جمع شده خانه ساختند. حضرت ابراهیم و پسرش حضرت اسماعیل قبله که ما طرف آن سجده میکنیم کعبه را یک جای ساخته بنا کردند. پیغمبری که رحمت بر عالمیان است، پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم در همون مکان به دنیا آمد. پیامبر نیز از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام به دنیا آمد. محترم جماعت، از این قصه حصه‌ای که باید گیریم این است: خداوند تعالی بندگانی که ایمان می‌آورند با او پناه میبرند، رحمت و نعمتش را به آنها ارزان می‌دارد. آنها را به راهی که به خودش میرساند راهنمایی می‌کند. فراموش نکنید که ایمان باشد امکان هم هست. خداوند کریم به همه ما مثل حضرت ابراهیم و حضرت هاجر به امرهایش تسلیم شدند و ایمان مستحکم را نصیبمون گرداند انشاءالله. خداوند دعای همه ما را قبول کند. آمین یا رب العالمین. رفتیم شیرینکی من رفتیم. شیخو تو شما رو نگاه کن، من یک کاری خردکک دارم، حاضر می آیم. چی شد؟ به کجا می روی؟ من اونالی سردار مسکون منافق، من رو در این مسجد دیدم. لیبا بیامون برادر، کسی دیگر رو مانند او خیال کرده ای؟ نه اچ که من فریب نمیکنه. التماس تو شما رو نگاه کن، من در رو رفتم بیام. من شما جا خشیرینه که من یک طرف عربا. چیزی شود نشود آن سلاح را گرفتن لازم. به این هم نمیدانیم آن آدم با چه کارها مشغول است. شفقت، تو با این چرچشمک کی بود رفیق شدی؟ چی دانم؟ الان دخترک سبب دوستی ما شد. این کودک از کجا برآمد؟ اویستا میافتونی ابله. این نمیافتونم، من مادرش هستم، من تولدش کردم. یا خدایا من چی دانم؟ نزدیله و اومدم این دختر رو دیدم، پدر مادر نداشته است، دیگه و بینش میکرده است. رو به نزدی او رو. یا خدایا تو رو حاضر میبینی که از این طرف لیو اومد. رو زود باش برای گمشه. اصلکی من کنیم یا من تو رو میخرم. اصلکی من چقدر شیرینی؟ حاله و قپیدی او رو. این منافق کجا شد؟ این خیلی آدم نیست. تو خیال کرده ایستاده ای، خواب دیده ایستاده ای، تو ما رو باور نمیکنی. من این کارها رو. این دختره که زیبا رو چیکار میکنه؟ باز با هم یاد نمیبری ها؟ چه علاقه دارد؟ تا وقتی که مادر سومن پیدا نشود سومن در خانه من میستد. شیرینکی کنی از بالای اسب بالای خر پریدیم. و شیرینکی من خودی کذابت نداد خیر. بنام خودم و منافق با چشم خودم دیدم. ای بچه خیالی شیدگی. هیچ خیلی خیال. هجری برادرم، اینقدر نصیحتی خوب کردی، دهانت درد را نبیند. اگر باز خاندار شوی کو باز هم زیباتر می شود. بخیر باشد اکای کانون. سلام خانم، شام بخیر، خوش آمدید. تشکر زیاد اکای کانون. خیر، من شما را تنها گذارم، شما بین خودتان گپ دارید. اکای کانون، من هم با شما می روم. نه دامولا، تو همین جایست، ایست و خوشت آید. خب خوش باش دامولا، خوش باش. جناب هجری، از امر معروف شما خوشم اومد، تاثیرم کرد. بیبی من هم سرش رو میپوشوند. این رومال از نام بیبی هم به من مونده است. همیشه نماز میخوند. رحمتی خدا رحمتش کند، مکانش را جنت کند انشالله.
аз шумо як савол пурсам мумкин аст? дар вақти розадор будан лаб сурхи молем роза мешиканад? мешиканад? ман аз шумо мепурсам, мешиканад? пурсиданам лозим. аз ки? аз устодам. боз чӣ шуда? ин боз маро рад кард? марҳамат, чӣ хизмат кунам? ман дар бораи ташхиси бета маълумот гирифтан мехоҳам. оиди чияш мехоҳед маълумот гиред? ташхиси сохта омода кардан дар кор. нафаҳмидам. барои фаҳмиданатон кофӣ аст? ташхис баъд аз як ҳафта мебарояд. барои шумо кай лозим аст? 5 рӯз пас. фаҳмо. беҳтарин ку. خدا لعنت کند. نیست. حتما اون رو یافتن لازم. سلاح در کجا است؟ بگو سلاح در کجا است؟ گپ زد سلاح در کجا است؟ سلاح در کجا است؟ نجنب. شرطنامه امان خیانت کردی. جزایش را خواهی گرفت.